پشت شیشه دیدیم که کل میدون پره، دور تا دور میدون پره پلیس و مأمور آگاهی و تکتیرانداز و سیاه‌پوش و یگان ویژه است. همونطور که ما منتظر بودیم یهو نادر با بیستیم بهم گفت که مأمور مثل این که همه مأمورا رو خبر کرد و اینا هم با تیر زده بودن مأمور بانکو. ما روی این بانک خیلی کار کرده بودیم، فکر نمی‌کردیم گیر بیفته. اولین صدای گلوله که اومد همه مردم ریختن دور و برمون. من حتی خودم تک‌تیراندازا رو میدیدم که از کنار ماشین ما دارن میرن سمت بانک، اما متوجه ما نشدن. ما تو ماشین خودمون بودیم و کاری به کار کسی نداشتیم. کلا خیلی شلوغ شد، اصلا قدرت تصمیم گیری نداشتیم. ما تا اومدیم بیرون مأمورا به ما ایستادن، بعد پشت گلدونا و نرده‌ها زمینگیر شدیم. دو سه تا بچه‌ام که تیر خورده بودن مجبور بودیم که درگیر شدیم. دیدیم محسن و نعیم تیر خوردن. چطوری میتونستیم فرار کنیم؟ اولا که همه اینا تو کمتر یه پلک زدن اتفاق افتاد. مثلا خودم گنگ بودم، پلیس جلومون رو گرفته بود و راه فراری نداشتیم. ترسیده بودیم دیگه، یا باید کشته میشدیم یا باید زنده میمونیم یا فرار میکردیم. نادر یه دختر دبیرستانی ها تو لوازم تحریری کشید بیرون، گروگان گرفت. نادر که اون دختر محصله رو گروگان گرفت، دو سه تا لغت که بهش زد مأمور عقب کشیدن. خواستیم از پلیسا که عقب برن ولی دخترها رو می‌کشتن. دیگه مأمورا تیراندازی نکردن به خاطر گروگان. خبر دارید سرنوشت تیرایی که شلیک می‌کردن چی شده؟ چه میدونم دیگه سرنوشتشون تیرا چی. مرکز 95 مرکز 115 رو هماهنگ کنید.
تصویربردار اونجا چیکار می‌کرده؟ من هر کیو می‌دیدم به طرف ما یه چیزی نشونه گرفته بود. من نمی‌دونستم کدوم مأموره، کدوم تصویربرداره. تو اون وضعیت ما هر کیو هر چیزی دیدیم به طرف ما یه چیزی نشونه گرفته بود. حالا من نمی‌دونم اون دوربینه یا اصلا است. وضعیت بدی گیر کرده بودیم. یا باید فرار می‌کردیم یا باید کشته می‌شدیم. یکی رو گروگان گرفته بودیم، یکی هم که کشته بودیم، یکی هم که داشت میمون. ماشین راننده‌هاش توی کوچه بغلی وایساده بودن. بعد ما هم که با بیسیم در ارتباط بودیم باشون. قرار شد هر موقع ما بهشون بگیم بیان جلو در. مامورا اونها رو ندیده بودن، لو نرفته بودن. مامورا که متوجه شما نشدن. پس شما چرا فرار نکردید هم بعد؟ خب چطوری میتونستیم فرار کنیم؟ مثلا خودم گنگ بودم. کلا خیلی شلوغ شد. اصلا قدرت تصمیم گیری نداشتیم. مسئولشون هم که موافقت کرد ما بریم. نادر با بیسیم به من گفت که بیاین جلو ما رو سوار کنین. به سیما و مجید هم گفتیم که بیان. یه دفعه دورمون خالی شد، ما رو افتادیم جلو. نادر با گروگانه سوار ماشین من شد. نه این تیر خورده بود، من کشوندمش و سوار بنز کردم و بنز رفت. تیراندازی هم نشد، اونا هم راه رو باز کردن، ما هم سوار شدیم رفتیم. ما که راه افتادیم کلا دیگه کسی پشت سرمون نبود، خیلی جلو افتاده بودیم. اما تا به خودم اومدم دیدم یه 100 تا ماشین پلیس پشت سرمونه. نادر هول شده بود و شلیک میکرد. دخترم انقدر جیغ میزد که رفته بود تو مخم، اعصابم به هم ریخته بود. نادر هم ماشین تا کمر هم ماشین رفته بود بیرون و تیراندازی میکرد. حتی یکی دو بار میخواست دختره رو بکشه با تیر، من نذاشتم. از اون طرف نادرم منو تحریک کرد، گفت چرا تو تیراندازی نمی کنی؟ منم هول شده بودم، دست و پامو گم کرده بودم، چند تا تیراندازی کردم. از هم جدا شدیم. چون اون برادر گروگان بود، ما گروگان نداشتیم. مامورا تا دیدم ما جدا شدیم به ما تیراندازی کردن. بعدم که راحت محاصره‌مون کردن و یه جور دستگیرمون کردن. جلوتر که رفتیم چند متر جلوتر از خودمون یهو دیدم یه 100 تا مأمور جلومون رو بسته. منم یه راه فراری نداشتم، به خاطر این ماشینو کشیدم تو خاکی.
ماشین رو که کشیدم تو خاکی، نادر با گروگان از ماشین پیاده شد. توی چشم به هم زدن یه تک‌تیرانداز از بالای ماشین درست ندیدم، ولی احساس میکنم که یه چند سانتی نادر با گروگانش اصلا فاصله پیدا کرده. اون تک‌تیرانداز هم اصلا اون فرصت استفاده کرده نادر رو زد. بعد مامورا ریختن سمت من و منم ماشین کشوندم بیرون. بعدم متوجه شدم که شهاب و باقی بچه‌ها رو که از ما جدا شده بودن جای دیگه دستگیر کردن. اصلا فکر نمی‌کردم به راحتی گیر بیافتیم. همیشه ذهنیتم از سرقت مسلحانه این بود که خب حالا توی چشم به هم زدن کارمون رو انجام میدیم تا یکی باید به خودش بره جنبه و زنگ بزنه به پلیس ما رفتیم. اما وقتی که دستگیر شدیم فهمیدم اینطور هم نیست.